طبق نقشه چهاربینی‌های فدراسیای فوتبال تاجیکستان و لیگ فوتبال بانوهای تاجیکستان در تالار ورزشی به نام عبدالرحمن جامی آسایشگاه شاهین شهر گلستان مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتزال بین بانوهای تا 19 ساله برگزار گردید. مورد با ذکر است که مرحله اولی چمپیونات مذکور در شهر و ناحیه‌های مملکت از ماه نوامبر سال سپری شده آغاز گردیده بود که در آن 12 دسته از شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع مرکزی کشور و ولایت‌های سوخت و ختلان اشتراک نمودند و از بین آنها 4 دسته بهترین دوشنبه شهر دوشنبه، پنشر ناحیه جلال‌الدین بلخی، بونجکت ناحیه شهرستان و خوجند شهر خوجند به دور نهایی راه یافتند. هدف اساسی ما آن است که جلب کردن دختران به ورزش، رشد فوتزال و فوتبال میباشد. بازی‌ها خیلی بهتر شده است. بازی‌های دخترها در عرصه بین‌المللی خوب برآمد میکنند، مبارزه میبرند. در آینده نقشه داریم که از بین این دختران بازیگران بهترین رو به تیم ملی و دیگر تیم‌های بانوان جلب کنیم. واخوری‌ها برای دریافت نمودن غالبان و جایزه‌داران چمپیونات مذکور جالب جریان گرفتند. همین طریق برای دریافت مقام سوم دسته‌های خوجند و بونجکت بین هم واخوری دایر نمودند. در این دیدار فوتبال بازبانوهای دسته خوجند مهارت بلند نشان داده غالب آمدند و به گرفتن مقام سوم مشرف گردیدند. دیدار نهایی برای دریافت جام و عنوان چمپیون تاجیکستان اوید به فوتزال بین بانوهای تا 19 ساله بین دسته‌های دوشنبه و پنشر ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شد. در این دیدار بانوهای فوتزال بازی دسته شهر دوشنبه مهارت بلند نشان دادند و به گرفتن مقام اول مشرف شدند. در مراسم پوشیده‌شوی این چهاربینی ورزشی نمایندگان فدراسیای فوتبال مملکت، رهبریت لیگ فوتبال بانوهای کشور و نمایندگان فدراسیای فوتبال ولایت سوخت غالبان و جایزه‌داران را با مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی فدراسیای فوتبال مملکت قدردانی نمودند.